سلام جیگرطلاها. سال 1934 جایی که ایتالیا باید قهرمان جام جهانی میشد یا تمام بازیکنانش قتل عام میشدند. این پیام دیکتاتور فاشیست ایتالیایی یعنی بنیتو موسولینی به تیم ملی ایتالیا قبل از جام جهانی 1934 بود. داستان از جایی شروع می شود که بنیتو موسولینی در ایتالیا به اوج قدرت رسیده بود و هنوز به حبشه حمله نکرده بود. سودای قدرت‌نمایی ایتالیا در جهان بعد از همپیمان شدن موسولینی با هیتلر نازی سبب شده بود که او با وجود تنفر از فوتبال این رشته و برگزاری جام جهانی را مسیری برای نشان دادن ایتالیا به عنوان یکی از قدرت‌های جهان بداند. فیفا هم با عبرت گرفتن از دوره قبل تصمیم گرفته بود که میزبان را 2 سال قبل از زمان آغاز مسابقات انتخاب کند تا کشور میزبان فرصت آماده سازی ورزشگاه‌هایش را داشته باشد. برگزاری المپیک 1932 در لس آنجلس سبب شده بود تا کنگره میزبانی این مسابقات در اروپا شکل بگیرد و سوئد میزبان این کنگره شد تا بتواند میزبانی را هم کسب کند. در این کنگره سوئد و ایتالیا درخواست میزبانی جام جهانی را دادند که سرانجام به دلیل لابی ایتالیایی‌ها آنها موفق به گرفتن میزبانی شدند. جاذبه‌های فرهنگی و دینی ایتالیا یکی از دلایلی بود که اعضای کنگره جام جهانی تصمیم گرفتند میزبانی دور دوم جام جهانی را به ایتالیا واگذار کنند. 8 شهر ایتالیا میزبان این مسابقات بودند و قرار شد هر بازی در یکی از این شهرها برگزار شود. سرانجام مسابقات جام جهانی در ایتالیا شروع شد و تیم ملی ایتالیا با توجه به فشار روانی که روی آنها بود توانست با شکست دادن تیم اتریش به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کند. سرانجام رقابت حساس بین ایتالیا و چکسلواکی شروع شد و بازی با تب و تابی که داشت با نتیجه 0-0 در نیمه اول به پایان رسید. بین 2 نیمه در وقت استراحت بنیتو موسولینی به رخکن ایتالیا رفت و به بازیکنان گفت 45 دقیقه وقت دارید تا در مورد زندگی خودتون تصمیم بگیرید و تلاش کنید که زنده بمونید. حرفایی که ایتالیایی‌ها را بیشتر ترساند. آنها در دقیقه 70 گل خوردند و عقب افتادند، اما آنها تسلیم نشدند و برای زنده ماندن جنگیدند. تیم ایتالیا توانست گل مساوی را بزند. بازی در 90 دقیقه به پایان رسید و به وقت‌های اضافه رفت و ایتالیا توانست گل برتری را به ثمر برساند و قهرمان جام جهانی بشود. بعد از بازی دروازه‌بان تیم چکسلواکی در مصاحبه‌ای گفت: بله، ما بازی را باختیم اما در عوض جان یک تیم را نجات دادیم.